هر لحظه ممکنه که فراخوان بدیم برای تغییرش. خوشحالم میگن اگه اپوزیسیون یه سال بره رضا پهلوی تمومه، کودتاها رو شکل میدیم. حالا فهمید چرا همه هیجان دارن؟ امروز تا 18 ماه، یعنی 17 ماه و 26 روز، 18 ماه حدوداً هر لحظه ممکنه که فراخوان بدیم برای تغییرش. امروز، فردا، پس فردا، هر لحظه. حالا باید انگلیسی ها، فرانسوی ها، سپاه، وزارت اطلاعات، اپوزیسیون ها، سران بعضی از این سیستم ها 18 ماه زرج بکشن و تلاش کنن که بگن زمستان پنجمی میگذرد. 18 ماه عذاب، 18 ماه دیگه نمیدونن چیکار کنن. هر حرکتی در کشور انگلیسی ها انجام بدن بدلش میکنیم و اپوزیسیون رساده به قدرت میرسن. پس همه خربان، دقت نظران 18 ماه همه خربان، یعنی انگلیسی ها باید تمام قواشون رو به خرج بدن تا رژیم تو ایران عوض نشه، چون عوض بشه ما اومدیم. سپاه باید تمام زورش رو بزنه پارچه خالی کنه، لای برجام بره بیاد. ظریف همینطور باید عرقه بزنه، حسن روحانی گریه کنه، اشک بریزه، فرح خودش دامناش تک تک جر بده. رضا پهلوی هی باید بره پیش اون جرو مردیکه، بیاد پیش این زنی که حرف بزنه و اشک بریزه. این 18 ماه کی تمام میشه؟ اونا میده اینجا کودتا میگه تو جاکش خود با خود کودتا میکنی و بعدها ناتانی خود رو آمریکا خودت موشک میفرستی، پیام میده رفتن یه هورت شدی کنی موشکاشون قوی شده حمله کنی. یه حمله و علکی رو